فراد سوزوده رهبر مؤسسه کمک اولیه طبی سانیتاری شهر بختر در یک صدمه در روی بختر دوشنبه در حدود نویه خراسان به هلاکت رسیده است. در این باره روز 31 مارس سال 2024 عبدالرزاق عزیززاده در فیسبوک خبر داد. تفصیلات صدمه مرگاور طبیب شناخته گفته نشده است. عبدالرزاق عزیززاده تنها افزود است که مراسم نماز جنازه روز 1 اپریل در نویه فرخار برگزار می شود. فرهاد سوزوده از خانواده پرنفوذ استوایف از نویه فرخار بوده. پدرش سالهای طولانی رئیس کلخوز بود. یک برادر او اهلدین سوزوده در وزارت کارهای خارجی کار می کند و برادر دیگرش بهادر سوزوده معاون رئیس دادگاه نویه شامنصور است. 7 سال حکم زندان ژورنالیست دلیر امامعلی را در پایان سال 2022 بهادر سوزوده صادر کرده بود. مؤسسه کمک اولیه طبی و سانیتاری در ساختار وزارت تندرستی این همان پلیکلینیک‌های سابقند. فراد سوزوده سالهای زیاد رهبر مؤسسه کمک اولیه طبی سانیتاری شهر بختر را در دست داشت و این مؤسسه سال 2021 تحت رهبری او بهترین مؤسسه طبی ولایت ختلان دانسته شده بود. راههای تاجیکستان از لحاظ صدمه‌های مرگاور راههای پرخطر دانسته می‌شوند. سال 2023 در راههای جمهوری در 1111 صدمه 519 نفر به هلاکت رسیدند. 1179 کس دیگر مجروح شدند. سال 2022 بر اثر 1096 صدمه در راههای تاجیکستان 416 نفر جان باخته، 1197 نفر جراحت برداشته بودند.